کاکا یکی از سنتی ترین شیرینی های شمال کشور یعنی گیلانه که اگه رشت رفته باشین حتما دیدین که خانمای شمالی نشستن کنار خیابون و کاکا درست میکنن و میفروشن. من بهنام رستمی هستم و امروز میخوام به طور کامل و دقیق کاکا شیرینی سنتی و اصیل گیلانی رو بهتون یاد بدم. برای درست کردن کاکا ما به کدو نیاز داریم که دیدین روش نوشته 12، یعنی امروز 23 آذر سال 1401 کیلویی 12,000 تومنه و ما به یک پیمونه از پورش نیاز داریم. پس سر کدو رو میبریم و محتویاتش رو خالی میکنیم. البته این تخماش رو دور نریزین چون به سادگی میتونین باهاش تخم کدو درست کنین. اگر هم بلد نیستین بگین بهتون یاد بدم. حالا کدوها رو به این صورت خورد میکنیم و میریم سراغ پختنشون که نکته مهمش اینجاست که برای اینکه آب رو به خودش جذب نکنه از قسمت پوست کدوها رو بذارین توی قابلمه و فقط با نصف استکان آب و در بسته و حرارت ملایم بذارید نیم ساعت الی 40 دقیقه بپزن و نرم بشن. هیچ افزودنی هم موقع پخت کدو برای کاکا نیاز نیست. بعدم کاملا یک دست کدوها رو پوره کنین و بذارین کنار. حالا یه دونه تخم مرغ رو بشکنین توی یه ظرف، بعد با نصف پیمونه شکر، نصف قاشق چایخوری زیره، یک قاشق چایخوری دارچین، یک قاشق چایخوری هم هل با همزن دستی هم بزنین تا کاملا در هم حل بشن و به مواد یک دستی برسین. به هم زدن مواد تا جایی ادامه بدین که به این حالت در بیان. حالا نصف پیمونه شیر رو بریزین توش و همشون بزنین تا کاملا به خورد هم برن. دوستان ممنون میشم اگه با لایک و کامنت هاتون از من حمایت کنین و برای دیدن آموزش های بیشترم این صفحه رو دنبال کنین. آموزش کلی غذاهای سنتی و محلی رو میتونین توی صفحه من یعنی صفحه آشپزی با بهنام رستمی ببینید. بعد از اینکه با همزن دستی مواد رو هم زدیم و یک دست شدن، یک پیمونه پوره کدو حلوایی رو که آماده کرده بودیم بهش اضافه میکنیم. 3 قاشق غذاخوری هم گلاب میریزیم توش و باز با همزن دستی همشون میزنیم تا جایی که کاملا یک دست بشن. حالا اول نصف پیمونه آرد قنادی رو الک میکنیم توی موادمون که ناخالصی نداشته باشه و سبک شه آرد. بعد باز همشون میزنیم تا یک دست بشن و هیچ آردی باقی نمونه و گوله گوله هم نباشن. بعد نصف پیمونه آرد برنج و یک قاشق چایخوری بیکینگ پودر رو هم الک میکنیم توش و بازم با همزن دستی همشون میزنیم تا مواد کاکا کاملا یک دست با هم مخلوط بشن. بهتره بعد از یک دست شدن موادتونم اونها رو نیم ساعت الی 1 ساعت بذارید توی یخچال و بعد توی تابتون روغن بریزین و هر وقت داغ شد به این شکل با ملاقه کاکا رو بریزین توی تابه و با حرارت متوسط هر طرفش رو حدوداً 6 الی 7 دقیقه سرخ کنین تا این شیرینی خوشمزه گیلانی آماده خوردن بشه. به این صورت تقریباً شبیه پنکیک میمونه این قسمتش. باید با ملاقه بریزیمش توی روغن. حتما هم صبر کنین اول روغنتون داغ باشه. خب هر طرفش 6 الی 7 دقیقه، حرارت هم متوسط. برشون میگردونیم تا اون سمتشون هم سرخ بشه. به به به، یعنی کاکا عشق. شمالیا و اونایی که خوردن میدونن من چی میگم. امیدوارم شما هم هر جای دنیا که هستین این شیرینی سنتی و اصیل گیلانی رو درست کنید و در کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرید. خیلی ممنونم که تا اینجا با من همراه بودین. امیدوارم این آموزش رو دوست داشته باشین و براتون کاربردی باشه. تا یه آموزش دیگه خیلی مراقب خودتون باشین. اینم از بافت داخل شیرینی شمالی ما یعنی کاکا. به به، جاتون خالیه. فعلا خدا نگهدار.